به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد السلام علیکم بینندگان ارجمند. حجاب خواهر و مادر مسلمان شاخه از شاخه های ایمانی است. هر زن مسلمان که حجاب نمی پوشد به اندازه این شاخه در ایمانش نقصان وجود دارد. ما در میان اصطلاحات شریعت بینندگان عزیز اصطلاحی شعب الایمان یعنی شاخه های ایمان داریم که عبارت از همه طاعت هایی است که خداوند به آن دستور داده فرمان داده است. کتاب حدیثی امام ابوبکر بیهقی با همین نام یعنی شعب الایمان در بیان شاخه های ایمان است. هر مسلمانی که یکی از این شاخه ها را نادیده گیرد، آن را اجرا نماید، درخت ایمانی او از این شاخه نقصان پیدا میکند. درخت ایمانی او ناقص است. چگونه حجاب از شاخه های بزرگ و زیبای ایمان نباشد که خداوند عزوجل وقتا زنان را به پوشش این لباس امر کرده و پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور داده چنین فرموده است: و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. و به مؤمنه ها بگو، خواهر و مادر ارجمند، به این خطاب الهی، به این ندای قرآنی دقت نماییم. به مؤمنه ها بگو، به زنان صاحب ایمان بگو. یعنی خداوند عزوجل به پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور داده ایستاده است که به زنان خطاب کرده بگو: ای زنانی که به ذات من ایمان دارید، ای زنانی که به فرستاده بودنی پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان دارید، ای زنانی که به قرآن همچون کتاب الهی باور دارید، ای زنانی که به روز آخرت به روز حساب باور دارید، ای زنانی که همه 6 رکن ایمان را در خود دارید، ای زنان صاحب ایمان، خداوند شما را به چنین امر دستور داده ایستاده است. به پیامبر صلی الله علیه و سلم سپارش شده ایستاده است که به شما زنان و خواهران خطاب کرده بگوید. از جانب خدا دستور شده به پیامبر صلی الله علیه و سلم. اینجا نکته جالب است. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم اصلا فرستاده خداوندند، پیام آورند، از جانب خداوند پیام وحی را به بشریت به امتش میرسانند. یعنی خداوند عزوجل شرط نیست که نزد هر امر دستوری به پیامبر صلی الله علیه و سلم بگوید که این امر را بگو. بدون این دستور نیست پیامبر صلی الله علیه و سلم هر چی که به ایشان وحی می شود به وظیفه پیامبریشان، وظیفه رسالتشان عهده دارند، وظیفه دارند تا آن چیز را برسانند. اما اینجا که امر خیلی جدی است، دستور خیلی جدی است و پیامبر صلی الله علیه و سلم تأکید بیشتر شده، علاوةً تأکید می شود که ای پیامبر ما، ای فرستاده ما، به زنان بگو. آن هم با ندایی که صفت ایمان اینجاست، یعنی به زنان مؤمنه، به زنان صاحب ایمان بگو. ایمانشان باید وادارشان سازد که این امر را بپذیرند، به جان و دل بپذیرند، در اجرای این امر کوتاهی ننمایند، چون که زنان مؤمنه هستند، به خداوند و به قرآن و به روز حساب باور دارند، به فرستاده بودن تو باور دارند، تو از جانب خدا این دستور را برای ایشان میرسانی. مؤمنه هستند، این صفت بزرگ در آنها هست، به آنها برسان که چنین دستوری از خداوند از خالقشان به آنها شده است. ترجمه آیت چنین است: ای پیامبر، به زنان صاحب ایمان بگو چشم خود را از نگاه به سوی نامحرمان باز دارند و شرمگاه خود را حفظ کنند و زینت خود را بجز دست و روی پیش مردان نامحرم نمایان نسازند و روسری های خود را بر سر و پیش خود انداخته محکم کنند. این خطاب و فرمان الهی، این دستور قرآنی برای همه زنان صاحب ایمان در همه دور و زمان، در همه کشورها تا روز آخرت است. می باید هر زن مسلمان داند که زینت نمایی نمودن پیش مردان بیگانه از صفت زنان دوزخی است. مادر و خواهر ارجمند، این جمله به گوشت درشت ننماید. بنده این جمله را از نزد خود، از پیش خود نساختم، به جز نقل حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزی نگفتم. بیایید به این حدیث هشدار دهنده به گوش سر و به گوش قلب گوش اندازیم، ببینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتند. امام مسلم نیشاپوری در صحیح خود که بعد صحیح بخاری صحیح ترین کتاب اسلام است،
روایت آورده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند صنفان من اهل النار لم ارهما، دو گروه از اهل دوزخند که آنان را من ندیدم چون که بعداً پیدا می شوند. قوم معهم سیاط كأذناب البقر يضربون بها الناس و نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ریحها. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث میگویند دو گروه از اهل دوزخند که آنان را ندیدم. گروه اول کسانی که در دست تازیانه های به مانند دم گاو دارند که مردم را به ظلم میزنند. گروه دوم زنان پوشنده برهنه کاسیات عاریات. به این دو وصف متناقض پیامبر صلی الله علیه و سلم آنان را وصف کرده است. دو وصف با هم ضد، لباس دارند و هم برهنه. چگونه؟ یعنی لباس دارند به صورت، به شکل، گویا لباس دارند اما به حقیقت برهنه، زیرا لباسشان همه عضوی بدن آنان را آنگونه که خالقشان امر کرده نپوشانده است و یا لباسشان چنان شفاف است که زیر آن بدن آنان نمایان است، یا لباسشان بغایت تنگ است که عضو آنان را نمایان کرده است. کاسیات عاریات، به شکل به نام لباس دارند اما به حقیقت آنان عریانند. مائلات ممیلات گفتند پیامبر صلی الله علیه و سلم دو وصف دیگر کردند گونه زنان را. مائلات یعنی از طاعت خدا دور شده اند و مردان را با این زینت نمایی به سوی خود جلب می کنند. آنها موی سر خود را به مقصد جلب نظر مردان بالای سر خود جمع کردند که مثل پشت شتر شده است. در پایان حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند لا يدخلن الجنة ولا يجدن ریحها. این گونه زنانی که چنین وصف مذکور را دارند داخل بهشت نمی شوند. بینندگان گرامی، در آغاز حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر داده بودند که صنفان من اهل النار، دو گروه هستند که از اهل دوزخند. این خود کفایه است این خبر، اما در آخر حدیث باز تأکید میکنند که این گونه زنان داخل جنت نمی شوند. نه تنها داخل جنت نمی شوند بلکه لا یجدن ریحها، بلکه بوی خوش جنت به مشام آنها نمی رسد، در حالی که بوی جنت به مسافه های خیلی و خیلی زیاد رفته می رسد. این گونه زنان نه تنها از بهشت بلکه از بوی بهشت محرومند. خدا را پناه.